بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الذات الأكباد باز هم درباره یعنی که همون سخن درباره چه رفته درباره جگر گوشه ها. الثالث لماذا نتكلم عن في الذات الأكباد؟ سيوم مسألة سيوم عنوان چرا ما درباره جگر گوشه ها حرف میزنیم؟ چرا ما درباره جگر گوشه ها یعنی فرزندان گپ میزنیم؟ ذلك لما یلی، یعنی درباره یعنی سوال به جواب داده شده است. این به خاطر فرمایشاتی یا که مقصدهای زیرین است. گفته به هر یک مقصد در پایان در بندهای الهیده ذکر میکنه. یکم امتثالا لامر الله عز وجل، درباره جگر گوشه ها درباره فرزندها گپ زدن ما یکم به خاطر اطاعت فرمان الله عز وجل است. یعنی همین گپ زدن ما این حال عملی نه، حتی گپ زدن این یکی از چه اطاعت فرمان الله سبحانه و تعالی. معلوم میشه که گپ نزدن این از اطاعت الله سبحانه و تعالی چی سرپیچ کردن است. به شرط دونه همون گمیزدگی آدم دونه، خیلی که هوا یک موضوعش جان هیچ چیزی ندونه دونش خالی بگه نه میدونستی که آدم. اونجا فرمود که یوصیکم الله فی اولادکم، یوصی به معنی یأمرکم، الله شما را امر میکند درباره فرزندانتون، سفارش میدهد. یعنی شما را سفارش میدهد درباره فرزندانتون، این که باید که شما اینا را نظارت کنید و باید اینا را اهمیت دهید. خیلی که مثلا به دنیا اومد برای میپذیرید. ولقوله تعالی، و بخاطر قول الله سبحانه و تعالی که آنجا فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خود را و خاندان خود را از دوزخ نگه دارید. ای جنبو، خوب بمعنی جنبو، یک جانبه کنید، یک طرفه کنید. قو این فعل امر است. وقا یقی، قی قیا قو میشد امرش، صیغه جمع. قی یک حرف، قیا دو کس، قو انا همین قی را از تقی فعل های مضارع مخاطب معلوم و دو عمل میگیرن. عمل اون که نظر در آخرش میکنن، دیدن آخرش چیه؟ معتل او را حذف میکنن. تقی چی میشه؟ تقی، تقی میشه. عمل دوم اون که حرف مضارعت رو از بند میبردارن، نظر به مایلش میکنن، پهلنگش میکنن، دیدن که مایلی حرف مضارعت متحرک، امر تمام شد، قی شد. قیا صیغه طریقی صرفش، قیا قو قی قیا قینا. هم خیلی شد انشاءالله. ای کسانی که ایمان آورده یک جانبی کنید، خود را برطرف کنید، یک طرفه کنید و خاندان خود را از آتش دوزخ. وقودها الناس والحجاره، ای حطبها، وقود گفته حطب میکنه هیزم یا که آتش انگیز. هیزم آن دوزخ میگن مردم و سنگ ها هستند. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، در آن یعنی در همون دوزخ فرشتگانی هستند، ملائکه یعنی تلی امرها، کاری دوزخ عذاب دادن و شکنجه و رنجوندن دوزخی ها را کارش تلی امو و کلی باری چی است؟ باری همین ملائک هستند. و تعذیب اهلها زبانیه. غلاظ
ای جفات القلوب علی الکافرین، سخت دل می باشند، در دلشون یگون ذره رحم نیست نسبت کافرها. شداد ای قسات، سخت می باشند خودشون. اقویاء فی ترکیبهم، در ترکیبشون هم با قوتن. هم خلاص شداد. لا يعصون الله ای لا يخالفونه ابدا، هرگز مخالف امر الله نمیکنند که به عاصی الله شود. هم خلاص. و یفعلون ما یؤمرون، به هر چی که مأمور میشوند همان را میکنند. از خودشون زیاد در بعضی ترما میبینید که راهبر میگه که انا میخواد جزا داده شود، و میبینه که پلیسا بعضیش رحمدلی میکنند و با آب میدن، با اونجا خیلی نیست و دنیا نیست مثلا با هم خلاص و وظیفه شد. و فی الدر المنثور، و در در المنثور آمده است. الدر المنثور فی التأویل بالمأثور، گفتی کتاب است. کسی گفت که نوم کتاب با فرقو میگه که الدر المنثور فی التأویل بالمأثور. از اون که بداسی لعبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی، جلال الدین السیوطی هم خیلی کتاب داشته است. الدر المنثور فی التأویل بالمأثور لعبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي. السيوطي نسبة إلى أسيوط، مدينة في صعيد مصر. خير عالم هم گذاشتن چیزی که شیخ هم سبحان الله سال 849 تولد شده، 911 وفات کرده است در سن 62 سالگی. این گپ بسیار لمبا، عقیدهش بسیار، یعنی که مراد از بسیار یعنی خدمتات کردگی است. نعم. وأخرج عبد الرزاق، ده هم كتاب ذكر شده است. والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، اینو ترجمه بسیاره. والحاكم وصححه، حاکم هم گفته است و صحیحش گفته است، حالا این نقلی که بعد می آید. والبيهقي في المدخل، مدخل المدخل الى السنن، گفتی کتاب داره المدخل الى السنن الكبرى. لكن المدخل المدخل الى السنن الكبرى، گفتی کتاب داره للبيهقي المدخل الى السنن الكبرى. عن علي بن ابي طالب في قوله، در قول الله تعالی روایت از علی بن ابی طالب میکنند که قو انفسکم و اهلیکم نارا. چی معنا دارد؟ گفت علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم، یعنی خودتون را و خانوادتون تعلیم خیر بکنید، یعنی خیر رو بیاموزید خودتون و خانوادتون. و ادبوهم، دیدن به تعلیم گرفتن و به تطبیق کردنی و به عملی کردن همون خیر در خانواده چیکار کنه؟ ادب. و ادب چی میشه؟ به صح گفتن میشه، به زدن هم میشه، به داد زدن هم میشه. کدومش یعنی که مناسبی مقام باشد. خلاص. و اخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس في قوله، مثلا کسی میگه که ضربت زیدا، لماذا؟ للتأديب. التأديب یا که تأدبا. بله. یا که کسی میگه که مثلا چی؟ نصحت زیدا، زید نصیحت کرد. اینا للتأديب، ادب یاد گرفت. بیاودا باش دیدین چی؟ خلاصه بزدن هم میشه. أخرج ابن جرير صاحب تفسيره وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اعملوا بطاعة الله، بطاعة الله عمل كنید. مراد از طاعة الله چیه؟ با امرهای الله، چون که عمل کردن و از من کرده هاش اجتناب ورزیدن. واتقوا معاصی الله، از معصیت های الله، هر کاری که باعث معصیت الله باشد، نافرمان برداری الله باشد، از او تقوا بکنه، پرهیز بکنه. و امروا اهلیکم بالذکر، و خانوادتون عائلتون به ذکر امر بکنه، ذکر کنه.
ينجيكم الله من النار. انا وقت الله شما را از دوزخ خلاص میکنه. بهترین ذکر این قرآن. چون الله تعالی یکی از نامهای قرآن ذکر بود. انا نحن نزلنا ذکر، ما ذکر نازل کردیم و خود ما را محافظت میکنیم. گفتگی و اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله قوا انفسكم واهليكم نارا، يعني كي روايه ابن عباس، عبد الله بن عباس قلت اسكي ادبوا اهليكم، اهلتنا ادب آموزید، ادب. قال في اضواء البيان، يعني درس گذشته گفتم يعني که اضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، نومي محمد الامين بن محمد المختار، سال 1325 تولد شده، 1393 وفات کرده در سن 68 سالگی، یا که 1907 تولد شده میلاد بگیریم، 1973 وفات کرده است. ولد في بلاد شنقيط. حالا اونجا چی میگویم؟ موريتانيا. صاحب همین کتاب، صاحب تفسیر میگوید که ويجب على الانسان ان يأمر اهله بالمعروف، واجبه به هر انسان که اهلش را امر به معروف کنه، امر به کارهای پسندیده کنه، امر کنه. همچون که زوجته، همسرش، و اولادی، فرزندانش، دستی که تحت اولاد داخل میشن از ذکور و اناث و نحوه، مانند اینها چه؟ نبیره و ینهاهم عن المنکر، اونها را از کارهای منکر، ناجویا، نالایق، ناپسندیده منع کنند. لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، به خاطر همین سخنی الله تعالی ای مؤمنها شما خود را و خانواده خود را از آتش دوزخ نگه داره. و قوله صلی الله علیه و سلم کلکم راع، و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی شما، هر کدام از شما راعی است، به منزله چه؟ چوپان است. و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما با جوابگره نسبتی زیر دستانش. یک کس چوپانی مثلا 100 مال باشه دیگه و جواب میده در اون مالی که میشه. الحديث يعني ياتي حديث تخريجش میبدد باندی چهارم. الثاني یعنی دویم به خاطر چی؟ ما درباره جگرگوشه ها بایدی گپ بزنیم. خب برای چی ما گپ بزنیم؟ ولأنهم من کسب الرجل، و به خاطر آن که اون جگرگوشه ها از کسب انسان هستند. از کسبی که؟ از کسب خودی انسان هستند. و من عمله، از عمل او هستند. علمو عبرت دارید. و تنقطع الصلة بینهما، انا دیدم علاقه بین مرد و جگرگوشه ها قطع میگردد کدوم وقت؟ اذا عمل سیئا غیر صالح، اگر فرزند ها کاری بد کنن و کار صالحا دست کشن، کارای نالایق کنن، شرک و دیگه بدعت و خرافات کنن، علاقه بیناتون چی میشه؟ کنده میشه. فیسوق علی هذا الابن، وصف القرآن الكريم، یعنی دلیل به این همون پسر است که وصف او را قرآن کریم خبر داده است الله سبحانه و تعالی. این نه که بین پدر و پسر چخل جدا شدنش به سبب معصیت، یعنی که باید که فرزند طبق کسبی پدر باشد اگر پدر صالح باشد. این خیر است. اما اگر این خیر نباشد در عکس حال چی میشه؟ بینشون جدا میشه. تا که الله تعالی وصف چنین یک پسر را انا خبر داده است. قال یا نوح، الله تعالی فرمود که ای نوح انه لیس من اهلک، و از اهل تو نیست. و گوی فرزندم گفت وقتی که آبا همه طرف که پسر عاصی نوح چیکار کرد؟ گرفت و پخش کردن گرفت دلش سوخت. فرزندم گفت این اهل من. الله تعالی چی فرمود؟ گفت که یا نوح انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح،
این یک کار است که غیر صالح است، یک قرائت. یعنی که کاری تو را، وظیفی تو را قبول نکرده ای کس تو به اهل من گفتند این کار غیر صالح است. آدم صالح هم باید این کار رو ندهد. بین شما را عملی بدی و جدا کرد. یک قرائت دیگه میگه انه عامله عمل غیر صالح و عملی بد کرد. این علت چیست؟ نمیخونه؟ بله. عمل غیر صالح. عملی یعنی که ناصالح کرد. فهمیدید؟ ولانه یرجى الدعاء من الولد لوالديه. و به خاطر آن ما درباره جگرگوش ها حرف میزنیم که چون که امیدی دعا هست از فرزندان برای فایده پدر و مادر. یعنی امید، یعنی یگانه چیزی که انسان میتواند امید کند که بعدی وفات او برای او خواهد رسید از که این فرزندان میباشد. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال روایت میکنه از حضرت ابو هریره. ابو هریره نمیشه عبدالرحمن ابن صخر الدوسی. زیاده قریب از 30 روایت اومده که درباره این کس نزدیک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا مات الانسان، در بعضی اذا مات ابن آدم اومده است بعضی روایت. وقتی که انسان میرد، دید موت در اولش چی مونده؟ اذا آمده است. این زمان آینده دلالت میکنه. اذا جاء نصر الله، وقتی که یاردم الله اومد نیست. چه؟ وقتی که یاردم الله بیاید میشه. آید. وقتی که انسان میرد انقطع عنه عملی او از او قطع میگردد. دیگه یگون عمل کرد، یگون نیکی کردن نمیتونه. خب مردگی هستم خیلی است. دیوان اعمال او از اون روز مردنش محکم میشه. الا من ثلاثه، مگر به خاطر 3 چیز. الا من صدقه جاریه، مگر دیوان اعمال او قطع نمیگردد از صدقه جاریه که در حین حیاتش چیکار کرد؟ صدقه جاری کرده بود. مانند بنای مسجد، بنای مدرسه، شرای کتب، فرض علمی بود. صدقه جاری نمیشه. پول راست کردن، پولای درس مدرسه، کوپرک، مست. او علم ينتفع به، یا که عملی رو قطع نمیگردد از همون علمی که اون چخل علم است ينتفع به باشد، علمی منفعت آور و علمی فایده آور باشد. یک کسی شما درس میدید، اون درس شما رو با دیگران درس میدین، همه خیل رفتن میگیرد. هر باری که مشاگردای شما درس میدین، همون فنی که شما اون درس دادید در دیوان اعمال شما هم کتابت کرده میشود. لا ينقص من اعمالهم شيء، یگون کستن میگردد، یگون کم نمیشه. همینطوره یک کسی یک بسم الله یاد میدهد، یک کسی دیگر رو بسم الله یاد دهد، اجر ثواب میگه. اجر ثواب بیوای نه، الهیده برای شما شرط میکشد پروردگار عظیم شد. همینطوره. اولد صالح یدعو له، یا که فرزندی صالح مونده، اللهم ارزقنا یا رب، یدعو له برایش دعا میکنه. اللهم اغفر لی و لوالدی، گفتم دعا میکنه. اخرجه مسلم في كتاب الوصية ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. یعنی مسلم هم که با موضوع آوردن که اون ثوابی که به انسان میرسه بعد مردنش تحت رقمی فلان. نه. چهارم سببی یا که جواب برای چرا ما درباره جگرگوشه ها حرف میزنیم، گپ میزنیم، خاموش نمیستیم. قیاما بواجب المسئولیه، برای خاطری وظیفه مسئولیت خود ادا کردن. گپ نزنی ادا نمیکنی، باید خاطر رسون کنی. زن خبردار باشد به مرد خاطر رسون کند، مرد خبردار باشد به زن خاطر رسون کند که دائم باید که این خاطر رسون کردن درباره
این یک الگوی عائله باید باشد، یک چی؟ یک مبدأ، سرآغازی باید که صحبت عائله باید باشد که دائم خاطرشون کرده. عائله باید که پدرش یا که اهل داشت فرزندانش زنک کودکان همه خیلی است. عن ابن عمر رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمر یکی از عبادله میگویند ان رسول صلی الله علیه و سلم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کلکم راع، هر کدوم شما به منزله راعی است، راهبر، چوپان. و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدوم از شما از زیر دستانش مسئول است، این جوابگر است. اکنون شرح میده، مثلا میگو الامام راع و مسئول عن رعیته. امام رئیس جمهور، مدیرها از همون رئیس، هر کی راهبر است، راهبری دولت، اونا مسئول هستن از زیر دستان. و رجل راع فی اهله، مرد میگود راهبر است در خانواده خودش. دیده در خانواده خودش، در پرزیدنت راهبر است نمیگود، جوابگر نمیگوید. نگاه کنید، ما در خانه خودمون باید راهبر باشیم. در امور سیاستی دولت رو برای چی پرزیدنت انتخاب کرده، برای چی مثال گیریم انا چه سلسله چی میگن رئیس جماعت انتخاب کرده است، این کاری ما نیست. برای ویم متن آمدگی است، متن الهی داره، امامش گفتگی اما خیلی است. و هو مسئول عن رعیته، و جوابگر از رعیت خودش. و المرأة راعیه فی بیت زوجها، دیده با الهی برای زن هم در یک خانواده مسئولیت داده شده است. زن میگوید راعی است در خانه شوهرش و مسئولت عن رعیتها، از زیر دستان هر چی که در تحت دست زن هسته او هم جوابگر است. والخادم راع فی مال سیده، خادم هم را یعنی که چیز رعایت کننده است و راهبر در مال خواجه اش. و مسئول عن رعیته، و مسئول است، جوابگر است، جوابگر می باشد هر چی که در تحت دستی او می باشد. قال راوی حدیث میگوید که و حسبت ان قد قال، و بگمانم در آخر بود چنین سخن هم گفت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفت که و الرجل راع فی مال ابیه، مرد با چی است؟ رعایت کننده است، راهبر است در مال پدرش و مسئول هست از رعیتش. یعنی پدرش در تحت وی، در تحت دست، در زیر نظارت فرزندش چی مال و ملکی که مونده باشد باید که به رعایت کند که جواب میده. بله. و کلکم راع و مسئول عن رعیته، انا با تأکیدن در آخر آورد که خلاص هر کدام شما راعی است و مسئول از زیر دستانی خودش. اخرجه البخاری في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم تحتنا. ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث. نعم. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. رواية میکنه از عون بن أبي جحيفة، این کس از پدرش گفت که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین سلمان نه سلمان که سلمان فارسی نه و ابو دردا اخوت را برقرار کرد. معلوم میشه که بین اینا چی بوده است؟ یکون گپشون گریختگی بوده است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین اونا چیکار کرد؟ اخوت برقرار کرد. ممکن است که تاریخ دروازه این فزار سلمان و ابو دردا، یک روز، یک وقت، یک زمان سلمان به خانه ابو دردا زیارت رفت. فرأى ام الدرداء متبذلة، میبیند که ام الدرداء زن ابو دردا هم خلاصه دردا یعنی که پسرش میشه داخل هم خلاصه، میبیند که متبذله بتون ژنده پوشیده، کهنه پوشیده، خیت از روش پریدگی، هم یک فقیر میتوبد. متبذله هم تو مختصرا میگه و کره بسیاب البذرتی میگه در مختصر مثلا ابو حنیفه رحمه الله مکروه نماز خوندن بسیاب البذرتی. بذرت چیز میگه لباسای کهنه چرکین.
فقال لها بس برایش گفت ما شأنك چی شده ترى؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. برادرت میگوید ابو دردا یگان حاجتی در دنیا ندارد. به همین رو گرفتار شدیم، یعنی که نه لباس در مدر کنن میکنه، نه خواب بسیار، نه خواب گویم، نه خوراکم، یعنی کمی نه ما حاجتی زناشویی داریم که دنیا هیچی نبوده، نمی ارزید است که زناشو باید یک جای خواب، نمی ارزید است که شباب باید خواب، نمی ارزید که روزا باید خوری، باید این دنیا را به همه خیلی گذروندن در کار بوده. فتن خیلی تفسیر کرد از نامی شوهرش. فجاء ابو الدرداء، در این حین ابو دردا آمد، فصنع له طعاما، برای مهمانش طعام تیار کرد. فقال کل، گفت که بخور. مهمان تکلیف کرد بخور. قال فإني صائم، گفت که من روزه دارم. یعنی تو خوردن گفت من روزه دارم. مهمان چی گفت؟ قال ما انا بآكل حتى تأكل، گفت من نمیخورم تا تو نخوری. هم زده؟ یا پوی زنه گرومدی زدیم؟ من گفت نمیخورم تا تو نخوری. حتى تأكل. قال فأكل، بخور. فلما كان الليل، مهمون رسولی، وقتی که شب شد، ذهب ابو الدرداء يقوم، رفتن که قیام لیل میکرد. ذهب يقوم یعنی که رفته چیکار میکنه؟ یعنی از جای خواب خسته و تهجد برخیست. قال نم، که خواب را گفت احتمال میکنه ریان رو شبت با گفته گفت خوابونده خیلی خسته بود که خواب نبوده، به پایدی سده خواب را گفت به وقت خواب فنان خواب کرد. ثم ذهب يقوم، با رفت یکی بعد اندک خسته با قیام لیل میکنم گفت. فقام، گفت خواب کن. فلما كان من آخر الليل، وقتی که شب با آخر که رسید نزدیک به نماز صبح شد، قال سلمان، گفت که قم اکو خیر الان فصلی هر دوش خیستن نمازشون کنن، نمازی بیتر، نمازی تهجد و جای ریانه ایست کنن. فقال له سلمان برایش گفت که ان لربک علیک حقا، البته گفت پروردگارت برای تو حق دارد، باید تو حق پروردگارت به جا بیاری. ولی نفسک علیک حقا، بون نفست بالای تو حق دارد که حق نفست هم ادا کنی. ولی اهلک علیک حقا، خانوادی تو، زن و فرزندی تو با حق دارن و حقا بالای تو ده ایستادگی‌اند و حقوشون ته. فاعطی کل ذی حق حقه، هر یک صاحب حقش ادا کن. حق الله ادا کن. الله گفته نماز کن، الله گفته روزه دار، روزه دار. جونت میگه دم گیر، خود ورم کس نه ادا کن، حقش ده، دمش ده. زنت حق دارد، قطعش خیز کن، قطعش مثلا معاملی خوب کن، شکمش سیر کن، بخور خدا داخل هم خیلی هستن. ولی زنی خوب، زنای خوب، های زنای حاضر باشند که که هاشون کردن به اطلاق شوهراشون هاش کنن. انا ایده دا آداب میشه. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له. اومده سلمان که ابو دردا اومده همین حادثه رو نقل کرد به پیغمبر علیه السلام. نبیند که من همین کارو بدم، مثلا نقل میشه من هم خیلی کردم. این مهمون که بود هیچ نگردانم، من همه خیلی گفت نموندم، نمازم آخری شبنده موندم، میشم یه حرکت میاد که سه رکعت بتر میخوندم. خب همه خیلی و حادثه بود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. سلمان راست گفت. أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب من أقسم على أخيه ليفطر في وقت في صوم التطوع. بله. پنجم عماد المستقبل و بناته بإذن الله. چرا ما درباره
جگرگوشه ها باید گپ زده استن، چون که وای ها میگود پایه آینده هستند. ما شیخ گفته، اما گفته آینده را ستمش و بینای با قوتش همین جگرگوشه ها باشد. پس چی میشه؟ به اذن الله خواست باشد، اذن الله رفته باشد و فرزنده از صحت داشته خواب رنجید حدیر میشه، خمیر میشه. در باره خمیر این چی بینا کردن میشه؟ نه، ستومی خمیره. این مضمون نگوسته الله تعالی فرمود و اذ قال ربك للملائكة انی جاعل في الارض خلیفه. الله تعالی فرمود و چون پروردگار تو گفت و یاد آورده بود، خاطر رسون کن دیگران برای فرشتگان، من در روی زمین خلیفه می آفرم. جاهل به معنی یعنی که خالق است. من در روی زمین خلیفه و یک مسئولیتی کلونه. خلیفه در روی زمین یعنی قانونای من به جا می آوردگی که است، اسلام به پیش می بردگی، امر معروف نهی منکر می کردگی، در کارشد جهاد می کردگی، کسا در روی زمین. برای این چی در کاره؟ عمادی مستقبل در کار است و بناتی مستقبل در کار، بانی ها آینده رو بنا می کردگی و به اذن الله دولت اسلامی برقرار میکردگی، حکومت اسلامی، امت اسلام تیار میکردگی آدم در کار است. رجال الامه در کار میشن. همینا از کجا پیدا میشن؟ از فلذات الاکبر باذن الله. و الله تعالی فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. ای داوود، گفت الله سبحانه و تعالی، به درستی ما تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم، یعنی استخلفناک بالملک، ما تو را خلیفه دادیم به ملک، تو ملک زمین در دست تو. فحکم بین الناس بالحق، در میان مردم حکم بکنی، ای فقضی، حکم بکنی، بالحق ای بالعدل، بعدالت. شما کتاب مونده؟ اونا مونده؟ ولا تتبع الهوى ای لا تحکم بهوى النفس، بخواهشات نفسانی دلت چیزی گفت همون کار نکن تو. ولا تمل الیه، بخواهشات نفسانی با میل نکن. نمیدونی از کتاب الله، از کتاب، از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ادب داوود گذشت رفت. برای چی ما را ذکر کردی است خود رسول الله در قرآن؟ یعنی تو هم میگی که از قرآن و از حدیث اگر واقف نباشی، علمدار نباشی، به فکر من هم تو میشد نگو. ولا تقف ما لیس لک به علم. با خودی و ایشونو به تنگل میبرن، ایشونای ناحق به عباره های حق داره به تنگ میارن. فهمیدید؟ به عباره های حق و به غرض های ناحق داره به تنگ میارن برای بدنام کردن سلفی. فیدلک عن سبیل الله، انما خواهشات نفسانی تو رو چیکار میکند؟ از راه الله تو را چیکار میکند؟ بیره میکند، تو را بیرهت میکند. ای طریق الحق و الرشاد، از راه حق و از راه راست تو را بیره میکند، بیره. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اگه آزره میگه تو تخکی düzgün yoldan azdır. روزی کشی میشن. اکن در نتیجه گویم از راه الله نکند، بیره شده باشه چی میشه؟ الله خبر میگه. دوامش گفتگی است. گفت که اگر همه خلقنا از راه الله بیره میشه، گفت نقطه نما الله تعالی. دوامش فهم این رحمت بینه، مهربانی رو بینه. ان الذين يضلون عن سبيل الله، بدرسی کسانی که از راه الله بیره میزنن، از راه حق بیره میزنن، لهم عذاب شدید، برایشان عذاب سخت منتظر است. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب،
به خاطر روز حساب فراموش کردنشون. اون خلاصه اینجا نسو به معنی خاطر برآوردن نیست. چه انسان خاطرش روز قیامت ای بترکهم العمل لیوم القیامه، برای خاطر ترک کردن، چون که نسیان به معنی ترک میشه. کدوم معلومه در وقت حق کردن الله خاطرش میکنه، انشاءالله گفته کارش میکنه، کاری الله گفته کاری یعنی ترک عمل. همین اینجا نسیان به معنی چه؟ ترک. نعم. وقال تعالى الله تعالى فرمود فخلف من بعدهم خلف، أي ذرية، خلف بمعنى الذرية. سپس پس از ایشان یک ذریت خلیفه شدن. خلفه از خلفی به یا اومدن. این ذریت خلف میشن، از به یا پیش میشن سلف میشن. ممکن است پس از ایشان خلفه یعنی ذریت خلیفه میشن. ورث الكتاب ای اخذ التوراة، تورات رو به میراثی گرفتن. یأخذون عرض هذا الادنى ای حتام الشیء الدنی، یعنی چیزی نوچیزی همین دنیا را گرفتن. در دستشون تورات باید که طبق تورات مانند سلفشون چیکار کنن، عمل بکنن. اینا چیکار کردن؟ برعکس گرفتن چیزی چاری ادنا، دنیا رو میدونن از ترین چیز، اما دنیا رو همه چیزی ادنا گرفتن. ادنا یا دنو نزدیک خریب یه تست تمام میشه دیگه چیز دنیا گفته گه. دنیا آخه ادنیانی ادنون دنیا میشه. دنیا یعنی دنیایت میشه. اسم تفصیل است. بسیار نزدیک گفته گه دنیا را. ادنا مؤنث. نه. و یقولون سیغفر لنا، با چی میگویند؟ دستشون که تورات دارن، کتاب پیشینه دارن، سیغفر لنا، الله میبخشد ما. ای تمنیا علی الله، با الله تمنا کرده، تمنا با اون دارن که الله میبخشد. هستن که مسلمانای معصیتگر و قرآن میدونه، حدیث میدونه، انشاءالله الله میبخشد ما. الله غفوره، میدونه کار گناه رو میکنه. و این یأتهم عرض مثله یأخذوه، اگر مثل او یک عرض، یک چیزی ناچیزی دنیا به اونها روبرو زند، یأخذوه، تیارن که به اخذ کن چنگ زند. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا به ایشان عهد و پیمان کتاب گرفته نشد؟ الا یقولوا علی الله، که اون عهد و پیمانی که در کتاب کتابت کرده شده بود و از ایشان اخذ کرد، به ایشان عهد و پیمان بسته شده بود، همین بود که الا یقول علی الله الا الحق، بالای الله یگون حرفی نزنن مگر حق. و درسوا ما فیه ای قرأوا ما فی الكتاب، خونده بودن در کتاب بودگی چیزا، من المیثاق مرة بعد مرة، چند بارها خونده بودن اون را. هم خلاص درسوا ما فیه آموخته بودن. و دار الاخرة خیر للذین یتقون، دار آخرت باشد یعنی افضل من ذلك العرض، از این حتام دنیا، از چیز چاری دنیا دار آخرت بهتر است. برای که للذین یتقون، برای کسانی که تقوا میکنن، ای یفعلون ما امروا به، تقوا میکنن چی؟ کدوم کسا؟ همون کسانی که انجام میدهند همون چیزی رو که به همون مأمور شدن، و ینتهون عما نهوا عنه، و خودداری میکنن از اون کاری که ایشان را منع کرده شده است. افلا تعقلون، آیا شما عقل خود را کار نمیفرمایید؟ آیا نمیفهمید؟ یعنی عقل کار کنه با میفهمی یک چیز هم خیلی است. برای من عقلی به معنی فهمه. افلا تعقلون افلا تفهمون، دیگه آینده اگر امتی خیر باشد، امتی ما فرزندای ما از قرآن و از حدیث بیخبر باشند، چه خیلی اینا عمال میشن.
عمودي مستقبل بنات مستقبل. وقال تعالى الله تعالى فرمود فخلف من بعدهم خلف أي أعقبت من بعدهم ذرية يعني پس از ایشان با یک خلفی اومد یک ذریت اومد اضاعوا الصلاة نمازها رو ضایع کردن اضاعت اوقاتها نمازها رو در وقتش نمیخونن قامت میگوین هیچ کسی نمیاد خونه از اون میگوین با بین از اون و اقامه مردم مسلمان های مثل چه بین اومد چند قضای حاجت میکنید چند بار غسل میکنید با قامت میگویند با میروی میداریم ما میبینید که چه فرزندا قامت هم نیست نماز تمام میشد میبینید که بعد سلام امام میخیزند نماز شارکه 3 رکعت بگیش میخونند اما یه رکعت اخیرونش در رفت و اینو عماد مستقبل میشن و عدم القيام بحقوقها نماز هم دوستش بیان که حقوق نماز رعایت میکنه خصوصا وقتی که سنت خونه او در پشت امام ایستادگی مجبوره دیگه جای خلاصی نداره و اتبعوا الشهوات انا چیکار کردن پیروی از شهوات شدن انهمكوا في المعاصي والمستلذات غوطه زدن در کارهای معصیت و در چیزهای لذت دار انهماک یعنی چیز معصیت دست دادن غوطه زدن فسوف يلقون غيا أي فسوف يجدون هلاكا وعذابا البته اینها چی را دریافت میکنند یک هلاکی را و یک عذاب یا در این دنیا الله هلاک و نابودشون میکنند یا در آخرت به یگون عذاب و گرفتار میکنن اگر دست نکشن از این اخلاق و از این یعنی که رویه و این سلوکی یعنی چی بد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه از جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین روایت میکند که فرمود به درستی دنیا حلوه شیرین است خضرة سبزه است وقتی بهار میبینید چه زیبایی دنیا دائم همینه در زمستان هم در نظر آدم هم خیلی میتوبد هم خیلی در تیر ماه هم در نظر آدم این دنیا چی شیرین میتوبد سبزه میتوبد و ان الله مستخلفكم فيها در این دنیا و این رنگ و به این لذتش با الله شما را خلیفه گذاشته است مستخلفكم شما را خلیفه خود قرار داده است هم همین رنگ و رنگ دیده با تو باید که امر الله رو به جا بیاری از من کرده هاش دست کشی در همین خیلی جا مانده تو ما میگویم که همین خیلی یک تا میگویم فینظروا کیف تعملون شما رو نگاه میکنند که چه خیلی عمل میکنید خلیفه هستین آقا خلیفه هستم و عمل از چه خیلی هست فی روایت لینظر کیف تعملون تا شما را نگاه بکند که چه خیلی عمل میکنید و چیکار کردن نکنید فاتقوا الدنیا از دنیا تقوا بکنید و اتقوا النساء از زنها بترسید چه خیلی که از دنیا میترسید احتیاط میکنید از زنها هم ترسید وقتی که فاتقوا الدنیا که گفت آیا در درون دنیا زن نیست زن هست با موضوع اساسی از درون دنیا بازدن الهیده برآورد گفت که واتقوا النساء این عطف خاص بر عام بود در عام وقتی که فاتقوا الدنیا گفت در دنیا زن نبود زن هست چه دنیا به زن نمیشه عام در تحت این گذشت هم زنان داخل شد با چی گفت واتقوا النساء با خاصتا که از زنان احتیاط کنید چی برای چی فإن اول فتنه بنی اسرائیل كانت في النساء چون که اولین فتنه مصیبت امتحانی که در بنی اسرائیل سرزد كانت في النساء اپشتی زن هستش یعنی اپشتی زن هستش أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وهو أكثر أهل الجنة الفقراء تحت من المسلم
انا دیدید با فرزندان من شما اگر از دنیا پرهیز نکنند این دنیا شیرین باید چشیدن در کو بوده بگویند نه این کبود است باید که لذت کنیم گردیم وقت فراموش کنه که الله ناظر نظارت کرده است که کیف نعمل ما عمل میکنیم از دنیا تقوا نکنیم از زنا تقوا نکنیم میگه با من شما به فتنه که بنی اسرائیل پیش در پیش زد گرفتار شدیم آیا با من میشود که فرزندان من شما عماد مستقبل و بنات مستقبل شوند هرگز نه برای بنات مستقبل برای بانی های آینده را آباد میکردی باذن الله شوند فرزندان من شما برای خاطر اینکه ستون یعنی با قوت مانند صلاح الدین دیگه یعنی قهرمانای اسلام خالد بن ولید دیگه خالد بن ولید دیگه قهرمانای مثل حمزه همین که جناب پیامبر علیه السلام مانند اینها یعنی که برای یعنی فرزندان رو تیار کردن باید که از اینا واقف باشن آگاه باشن اول خود ما با ما ششم به خاطر چی ما سخنرانی میکنیم درباره فلذات الاکباد یعنی جگرگوشه ها مجلبتا للراحتی برای خاطری به خود ما راحت جلب کردن وقتی که فرزند شما یعنی این سخنان رو شنیدگی باشد شما عائلتون وقتی که بیرون میرد راحت میکنه فرزندی بچه همه اخونه برومد تا گشته آمدن پدرم در خجالت مادرم در خجالت و حسن الحیات برای حیات آسوده حیات خوب گم بزنید و هناءت العیش زندگی آرام فمن اتق الله پس کسی که از الله تقوا بکند حقق لنفسه الحیات الطیبه برای خودش حیاتی پاک چکار میکند حقیقی واقعی معین برقرار میکند برای خودش و هناءت العیش زندگی آسوده را برای خود تحقیق میکند عملی میکند و من لم یتق الله کسی از الله تقوا نکند الله نکند ولم یمتثل اوامره امرهای الله را اطاعت نکند بپسی خود پرتاید عاش حیاتا نکیده چونین که زندگی میکند حیاتش میگذره اینا میگون ولی این حیات چی میگون حیاتا نکیدتا ای عسر حیاتی مشکل حیاتی وضعی میگذره قال تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى فرمود من عمل صالحا من ذكر او انثى کسی عمل صالح کنه خواه مرد باشد و خواه زن باشد و هو مؤمن مهم و مؤمن باشد اعتبار نیست بزن است و مرد باشد مهم مؤمن باشد فلنحيينه حياة طيبة البته ما میگوید حیاتی او را قرار میدهیم چخیل حیاتش میگذاریم چخیل بر او حیات میبخشیم حیاتا طیبتا حیاتی پاکیزه در دنیا سعادتا و رزق الحلال رزق روزی حلالش میدیم خوشبختش میکنیم و قناعت به اون چی که با همراهی طاعت الله یعنی کمم باشد که قناعت میکنن لیکن از طاعت الله کنده نیستن این خیلی که مثلا بسیاری از طاعت الله کنده کمی از طاعت الله کنده بعضی آدم ها هستن که در مسجد نیستن بایسته دارد اما از طاعت الله کنده نماز نمیکنه بعضی آدم کم بغل هستن خیلی هستن از طاعت الله دوره زندگی چقدر کم بغل ها هستن که از طاعت الله ذره کنده نیستن چقدر بای های هستن که از طاعت الله کنده نیستن دیده بای شدنم با بای خوشبخت و بدبختش هم های کم بغلی خوشبخت و هر دوشه هر طایفه بای کم بغله به هر دو وصف جناب پیامبر هم وصف کرده بای جنتی بای دوزخی کم بغلی جنتی کم بغلی دوزخی مفهوم و در دوام می‌فرماد الله سبحانه و تعالی که ولا نجزینهم اجرهم چنین کسا را معاششون میدهیم میگه پاداش و اجر و ثوابشون میدهیم بی احسن ما كانوا يعملون اون محنت و از اون عبادت کردگیشون هم خوبتر الله اکبر کدوم وقت من شما همون نماز آیا همین نماز خونساده میمروز من نماز بخوام نماز خونساده هم کو بگیم نه یا کسی نصیحت میکنه نماز خوندم نکن نماز خونساده هم کو بگیم
روزه داشتیم که با چی؟ برادر ابو بکر رضی الله عنه روزه می داشت، نماز می داشت. تو که خیالت که من نماز خوندم ابو بکر نماز خوند، همون اجر ثوابی که ابو بکر رضی الله عنه گرفت تو هم خیلی بگیری. نماز خوندی، رکوع بجا و سجود همش بجا وردی. برای ما از الله سبحانه و تعالی پرسیدن در کار که خودش این یعنی که این من شما رو به حیات طیبه گذرانده، خودش یعنی که من شما رو اجر و ثواب از همون خزینه رحمت خود بخش. اگر نه ما نماز میخونیم بگوییم که من مانند ابو بکر میگیرم، جهاد میکنیم مانند امونا میگیریم، نه. برای ما الله تعالی یک مرحمت شبیه که میگه که ولا نزینهم اجرهم کلشون میتیم برای نماز خوندی هم میتیم میگه بی احسن ما كانوا يعملون، از اون عمل ما هم خوبتر میتونه. نه الله خودش میداند که ما هل نعبده حق عبادته هم خلاف، هل نصلي حق الصلاة، هل نصوم حق الصيام هم خلاف. وقتی که الله سبحانه و تعالی آیت نازل کرده که فاتقوا الله ما استطعتم، گفتن یعنی چی؟ فاتقوا الله حق تقاته، از الله ترسید چه خیلی که لایقی ترسیدن است. صحابه ها مشران گروش تغییر یادم کلای تغییر شخمون نمیتونید. صحابه ها خیلی نماز کنید خونسانه کنید. الله اکبر. آیه نازل شد سبب شد اتقوا الله ما استطعتم، میتونستی که تو عدستون میامدی که طاعت کنید. مهربونه. فقال تعالی الله تعالی فرمود و من اعرض عن ذکری، کسی از ذکر من روگردان باشد، یعنی رو بگرداند. هم خلاص مراد از ذکر این دینه، کسی از دین من روش توبه. فإن له معیشت، البته برای او معیشت هست، زندگی هست برای او، ولی بیزنی معیشت حیات میگذارد. هم روزی که از دین برو ما و از دنیا نمیبرد، هم خلاص حیات داره، ولی این زندگی صفتش خیلی دنکا گفت الله سبحانه و تعالی ای ضیقه و شدیده و زندگیش بسیار سخته. الله گفت زندگی او سخته، گرچه که در نظر من شما وای بای و آسوده حال و همه چیزش میرسه، زن خواهد زن از خانه و در و همه چیز هسته، بایهای هستن که هر ماه ده ها هزار دلار میگیرد، نمیدونن چی بکنن. بایها رو دیدیم در روز، مادرش در دیه ها زندگی میکنه، کافر حیاتش میکنه. مادرش در قشلاق ها در دیه های دور از شهر زندگی میکنه، حیاتی سنگ. از سگ هم بدتر. برای چی؟ از سگ بدتر. برای خاطر آنکه اینها چیکار میکنن؟ هر روز یک شنبه هم سگشون رو میگیرند و پارک میرن، آبازی میدونن سگشون، مخصوصا شامپون ها، مخصوصا خوراک ها میگیرن. پدر مادرش در دیه ها عرق خوری چیرکی در دورنی پشت و کر میکنه، کچ که کاره زندگی کردن گشت. پدر مادرش شامپون نمیگیرن اما سگش رو میگیرن، معاشایی میگیرد که انا من معیشت ضنکا، من حیاتی سگوارش میبینه. این در این دنیا و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت او را کور میخیزانه میگوید الله سبحانه و تعالی. ای مسلوب البصر، چشمشون هسته دیده ندارن. غلط. و چی میگویم؟ ای پروردگاری ما، چرا ما را کور خیزاندی؟ ما بینا بودیم. هم خیلی هم تو میگویم ما بینا بودیم. وقتی که شما از ذکر ما، وقتی که شما از دین ما رو گردوندید، فراموش کردید ما را امروز شما رو فراموش کردید. فراموش به معنی چیه؟ فراموش الله تعالی فراموش نمی‌کنه که خاطر بودن، این به معنی ترک خاطر کنید. ما شما رو ترک کردیم. چشمی که دادن تو چی استفادهش بردن که برای با دعوا داره چشم میخوایم. چشم چی کار میکنه؟ چشم بود استفادهش نبردیم. این به من شما هم تعلق داره. هفتم به خاطر چی ما درباره جگرگوشه ها حرف میزنیم؟ و حتی لا نوقع انفسنا فی الاثم، تا اینکه خود را در گناه نپرتاییم. گفتن عن خیثمه قال، روایت از خیثمه میکنم که
میگوید که کنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو، ما با همراهی عبدالله بن عمرو نشسته بودیم. اذ جاءه قهرمان له فدخل. یک وکیل آن قهرمان گفته وی میگه، وکیل میگه مسئول کارگر، یک وکیلش آمد فدخل در آمد. وکیل قهرمانی که قهرمان ما عبدالله بن عمرو. فقال برایش گفت که اعطیت الرقیق قوتهم، غلام ها را قوتشون دادی، خوراندیشون؟ قال لا، گفت که نه. قال فانطلق فاعطهم، برو و قوتشون بده. قال بعد دوامش چی گفت؟ گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. برای انسان همین قدر گناه بس است، از این زیاد دیگه چه حاجت است با گناه میکنه؟ گناه همه قیمه شود که نگه دارد از کسانی که قوتشون مالک هست و از خود اونها را نگه میداره. یعنی خوراندن، پوشاندن، تربیه کردن در دست تو و محتاج قوتی تو هستن، نه محتاج غذای یعنی که حسی و معنوی میباشن، اما تو باشی اونا رو حبس کنی او با میتیم او با سونی میگویم حالا یه روز با خیابان میگویم یه روز کنیکول شود با میگویم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. هم خیلی گفتم یعنی قهرمانی وظیفی تو باید تیز این ادا کن. اخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك حديث الخمر. وفي لفظ أبي داود بسند لا بأس به، وذا لفظ أبو داود أمودا باق استند كي یک باک نداره، يعني كي ضعيف سخت نزمه كي ضعيف. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. برای انسان همین قدر گناه بسنده است که ضایع میکند کسانی رو که خودبر میباشند، یعنی که خورد و خوراک و شست خیزشان یعنی از او وابسته دار هستند. این چیکار میکند؟ این ویارز حقوقشون ضایع میکند. برای چون انسان بست. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.